سعید مومین رحیموف یکی از صاحبکاران موفق کشور به طور فاجعه‌ای از دنیا درگذشت. سعید مومین رحیموف مدتی 10 سال باز با تجارت سر و کار داشته. صاحب یک چند بوستانسرای و مغازه‌های کلانی مسئله ساختمانی بود. پس از مرگ این جوانمردی کارچالان سر و صداهای پند گشتند که این صاحبکاری موفق را دشمنانش به خاطر پول و مال از بین بردند. ولی سراینده جوان و امیدبخش گلدان علیارزاده که یکی از دوستان نزدیک سعید مومین رحیموف به شمار می رود، این آوازه و هنگامه و سر و صداها را رد نموده در صحبت به خبرنگاری سامانه ایالتی جی چنین گفت: سعید مومین رحیموف از زمره دوستان نزدیک بنده به شمار می رفت و بسیار جوانمردی سخاوتمند و دستگشاد بود. از بس که سالهای طولانی با تجارت سر و کار داشت، احتمال دشمن داشته باشد، ولی آوازه ها درباره آنکه کسی مخصوص کشتار این جوانمردی اصیل را تشکیل کرده است اساس ندارد. سعید مومین رحیموف در نتیجه صدمه اتومبیل جان جوانش را از دست داد. در این صدمه که در شهرهای فیض‌آباد راغوم به وقوع پیوسته بود، با 3 نفر دیگر از جمله یک مادر و دختر قربان گشتند. جنازه این جوانمردی حاتم صفت در زادگاه شهر راغون برپا گشته. اهل خانواده و دوستان و پیوندانش با ناله‌های زار سعید مومین رحیموف را به خانه آخرتش گسیل نمودند. سعید مومین رحیموف 33 سال عمر داشته. از جوانی ورمق 3 گل دختر یتیم ماند که یکی 4 ساله، دومی 2 ساله و خردی همگی 20 روزه است. بعضی‌ها بر آن باورند که کشتار این صاحبکاری شناخته فرمایشی است. اویلت جی صدرنگ زندگی. با سامانه ما ابونه شدن رو فراموش نسازید.